هفتم آقا بگو. برم میگیرم؟ برم میگیرم برو. منطقه منا و پل روبرو، پلی است که ما رو وصل میکنه به ورودی منا. پل روبرو کاملا مشخصه. تابلوهای سبز بدایت منا نشون میده که ما به ورودی دیگه اصلی منا رسیدیم. کاروان ما هم در حال نزدیک شدن هستن به ما و دارن میان. پل در روبرو کاملا مشخصه. تابلوی سبز روبرو بدایت منا همینجوری به ترتیب داره مسیر رو طی میکنه. ورود شما منطقه منا مبارک. آقا عیدتون مبارک، ورودتون گرامی. روز عید قربان و ورود زائرین به منطقه منا و همه داریم وارد منطقه منا میشیم. داریم از روی پل عبور میکنیم و انشالله میریم برای رمی جمرات. روبرو قسمتی است که برای رمل خواهیم رفت. والله بخير جبيني مع حاجية قاعد اوصلها.